أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 5 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس ششم را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران گراماتیک زبان عرب پیشنهاد و تقدیم بگردانم. درس امروزه ما و شما از این عباره شروع می شود که صاحب کتاب می گوید که وللجزم علامتان، یعنی که جزم 2 علامت دارد. پس ما و شما در درس های گذشته اولا خواندیم که رفع 4 علامت دارد، بعدش خواندیم که نصب 5 علامت دارد، بعد از این خواندیم که جر 3 علامت دارد. اکنون حالا باشد ما و شما میخوانیم که جزم 2 علامت دارد، جزم 2 نشانه دارد. چطور در گذشته هم بیان کردیم که گفتیم جزم 2 علامت دارد، 2 علامت دارد، یک تاش اصلی است و یک تاش فرعی. جزم 2 علامت دارد، یکم علامتش علامت اصلی است و این فرعی جاینشین این اصلی می باشد. اکنون میگوید که وللجزم علامتان، جزم 2 علامت دارد، یکمش از سکون، این سکون اصلی هست. ببینید سکون یعنی سکون علامتی اصلی جزم می باشد. دوم حذف هست، دوم الحذف، این حذف جاینشین سکون می باشد. حالا در این درس بیان خواهیم کرد. صاحب کتاب میگه فاما السکون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، یعنی که سکون در یک جا علامت جزم می شده است. سکون در یک جا علامت جزم است. اون کجا است؟ میگه فی الفعل المضارع، در فعل مضارع. پس اینها همه فعل مضارع هستند، دقت بتید. اینها هم مثلا یذهبو، یخشا، یرمی، یدعو، همه اینها فعل مضارع هستند. میگه فی الفعل المضارعی. اما یک شرط دیگر میگذارد که از صحیح الاخری، میگه آخرش باید حرف صحیح باشد، یعنی حرفای علت نباشد. الف حرف علت در یخشا، یا در یرمی حرف علت، واو در یدعو حرف علت، حرف علت نداشته باشد. پس فقط در فعل هایی که آخرین حرف اون فعل مضارعی که آخرین حرفش حرف صحیح باشد، علامت جزمش سکون می باشد. علامت جزمش چی است؟ سکون هست. پس بیایید آن چیزی که حالا شما می بینید این را تحلیلش را بیان کردگی بودیم که یذهبو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم و علامت رفع الضمه الظاهره. برای چی؟ لانه فعل المضارع صحیح الاخر، به خاطر اینکه فعل مضارع است و آخرین حرفش حرف صحیح است. پس علامت رفعش ضمه ظاهره است. در یکم درسی که ما از مرفوعات که خونده بودیم رفع 4 علامت دارد، در اونجا این مثال ها را بیان کرده بودیم. اکنون ما میخواهیم که جزمش کنیم. جزم حرفای جزم هست و مثل لم، مثلا لما،
مثلا در اولش من میخواهم بیارم لم رو بمونم، دقت بتید. لم یذهبو بود، آخرش مرفوع بود. لم که در آمد این را آخرش جزم میکند. یعنی چی؟ یعنی آخرش را سکون میکند. برای چی سکون میکند و حذف نه؟ به خاطر آنه که یذهبو را آخرین حرفش حرفی صحیح است. پس این ضمه را میگیریم، در جاش میمونیم که لم یذهب زیدون. دقت دادید؟ پس میگیم لم حرفو، دقت بتید، لم سه نام داره، چطوره که در لن گفته بودیم. یکمش حرف نفی است، لن هم همچنین حرف نفی بود. لم حرف جزم است. جزم یعنی چی؟ یعنی در اول فعل مضارع میدروید، آخرش جزم میکند. این آخرین حرفش حرف صحیح کی است؟ علامت جزمش سکون هست. چطوره که ما و شما میبینیم؟ دقت دادید؟ آخرین حرفش حرف صحیح کی است؟ جزم کرد، علامت جزمش چی است؟ سکون هست. اکنون لم یکم حرف نفی بوده است. مثلا یذهبو میرود بود، لم یذهب که گفتیم نرفت. دقت دادید؟ میرود نرفت، نفی کرد. یکمین. دوم جزم است، یذهبو بود، لم که در آمد یذهب آخرش ساکن شد. دوم وظیفه لم. سیوم وظیفه لم، این را میگن قلب. قلب یعنی چی؟ یعنی که یذهبو میرود وی مرد در زمان آینده. مثلا یذهبو زیدون، میرود زید در زمان آینده. لیکن لم بدروید در اولش، پس میشود که نرفت در زمان گذشته. آینده بود نه، زمان گذشتهش کرد. چی چیز این فعل مضارع را زمان گذشته کرد؟ انا همین لم. پس لم سه چیز گفته می شود. یکم حرف نفی، دوم حرف جزم، سیوم قلب. نفی و جزم و قلب. دقت دادید؟ پس اینها را چطوره که در لن هم گفته بودیم، حرف نفی و نصب می گفتیم اونجا، زنی که آخرش فتحه می کرد، و نصب و استقبال می گفتیم، استقبال زمان آینده. لن به مثل این قلب نیست که زمان گذشته بکند فعل مضارع را، فعل زمان آینده را. خب اکنون چی میگیم؟ میگیم که لم حرف و نفی، این را نوشته بگیرید که در آینده اینطور به تفصیل بیان نمیکنیم، کوتاه بیانش میکنم. میگید که لم حرف و نفی و جزم و قلب. یذهبو، یذهب فعل مضارع مجزوم بلم. ببینید مجزوم بلم و علامت جزمه، و علامت جزمه السکون. سکون ببینید، السکون. بعد علاوه کنید بگید که لانه فعل صحیح الاخری، زیرا که این فعل، لانه فعل مضارع صحیح الاخری، زیرا که این فعل مضارع است و آخرین حرفش حرف صحیح است، یعنی که حرفای علت نیست. پس این سکون فقط در فعل های آخرش صحیح باشد. مثلا یفتح لم یفتح، ح حرف صحیح است. مثلا یقتل لم یقتل، لام حرف صحیح است. ینصر لم ینصر، ر حرف صحیح است. الان اینطور مثال هایی که آخرین حرف همون فعل اگر الف یا واو نباشد، انا همینطور آخرش چیکار میکرده است؟ سکون میکرده است. دقت دادید؟ پس زیدون فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. اینها رو در گذشته بیان کرده بودیم. خب اکنون یک جور خلاص کردیم. سکون علامت اصلی جزم بود، خلاص شد. بیاید میگذاریم به حذف. درباره حذف چی میگوید؟ میگوید که و اما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخری. میگه اما حذف جاینشینی سکون می شود، یا حذف علامت جزم می شود در دو جا. دقت بتید، در دو جا. یکم
و دوم. یکم فعلی که معتل الاخر هست. معتل الاخری. معتل الاخر دقت بتید. فعل معتل الاخر. معتل الاخر یعنی آخرین حرف اون حرفای علت است. چطوری که شما میبینید یخشا الف حرف علت است، یرمی یا حرف علت است، یدعو واو حرف علت است. پس اینها را میگن فعل مضارعی معتل الاخر، یعنی آخرین حرف اینها حرف علت است. این را صحیح الاخر میگفتیم، یعنی حرف علت نیست. اما این سه تا حرف علت که هست اینها را میگیم معتل الاخری. یک فرقیت بین علم نحو و صرف در یادتون بیارم. وقتی که ما در علم نحو فعل معتل میگوییم فقط لام کلمه قطعی کار داریم. ببینید مثلا قال در علم نحو قال صحیح است. چرا؟ زیرا که آخرین حرفش حرف صحیح است، به این کار ندارد. این را در علم نحو معتلش میگن. اما در علم صرف این را معتلش میگن، اما در علم نحو این را معتل نمیگن. چرا؟ زیرا که آخرین حرفش، ما گفتیم که علم نحو فقط به آخری کلمه کار دارد. آخری کلمه قطعی اینجا چی میشود تا اینجا قطعی کار ندارد، این اولاش قطعی کار ندارد، فقط به همین آخری کلمه کار دارد. از این حساب قال آخرش حرف صحیح که است، این را میگن حرف چی؟ این را میگن فعل صحیح در نزد علمای علم نحو. اما در صرف این را اجوف یا از قسم های معتلات میگیم که این حرف علت دارد. خب به هر صورت این یک فرقیت کمه. خب معتل الاخر باشد، پس علامت جزمش حذف میشده است، جاینشین از سکون. مانند چی؟ دقت بدید. ما میگوییم که یخشا زیدون، این را بیان کردیم، میترسد زید. یخشا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم و علامت رفعه الضمه المقدره منع من ظهور التعذر. برای الف یگان حرکت قبول کردن نمیتواند. انا همین تعذر، ناامکان بودنی قبول کردن حرکت، پس حرکت رفع را تقدیری کرد، در زیرش کرد، اما در آشکار به مثل که یذهبو بود میدیدیم، در این دیده نمی شود. خب اینا در گذشته بیان کردیم. اکنون این در حالتی چی بود؟ حالت رفع. حالت نصب هم در اینجا تقدیری بود. اکنون حالت جزم چی است؟ بیا لام رو بمونیم. لام دقت بتید. لام اکنون یخشا الف داشت، نه؟ لام که در آمد در اینجا حذف هست. حذف چی؟ حذف این الف. ببینید پس این طور می شود. لم یخشا آخرین حرف این حرف شه شد، الف از بین رفت. پس میگویم که لم حرف نفین و جزمین و قلب، همچه در بالا گفتیم همون چیزها. و یخشا بود، الف بود، یخشا الف از بین رفت. میگیم یخشا فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف حرف العلة و هو الالف. یعنی چی؟ یعنی فعل مضارع است و مجزوم به لم هست. لم در آمد این را مجزوم کرد، چطوری که اینجا را مجزوم کرده بود. این فعل مضارع مجزوم کرد، لیکن علامت جزمش حذف نیابتا عن سکون هست. علامت جزمش حذف نیابتا عن سکون. حذف چی؟ حذف حرف علت، حرف الف حذف کرد. دقت دادید؟ و الفتحه، این فتحه که یخشده میبینید دلیل علیها، این فتحه دلیل است که در اینجا یک الف بود اما الف از بین رفت. دقت دادید؟ این فتحه
دلیل است برای الیفی که بود و از بین به سبب این لم رفت. پس میگیم زید فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. با همین یخشه را بود کردیم. پس علامت جزمش چی بوده است؟ حذف نیابتا عن السکون. برای چی؟ لانه معتل الاخری، به خاطر اینکه آخرین حرفش حرف علت است. میگذاریم در دوم. یرمی زیدون. یرمی فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم میگفتیم و علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها. در اینجا چی میگم اکنون؟ الثقل وزمینی. در اینجا تعذر میگفتیم، در اینجا ثقل میشود وزمینی. میشود بگویی که یرمیو، اما عرب میگن نه این ثقیله وزمینه. اما وزمین بودن عرب معینش میکنه، نه که من و تو که بگیم من میتونم بگم که یرمیو برای من وزمین نیست. این گپ گفتن نمیتونیم، زیرا که عرب معینش میکنه که وزمین هست یا نه. به هر صورت یرمی. پس ببینید آخرش چی دارد؟ حرف یا. اکنون من میخوام که لم رو بیارم جزمش کنم. ببینید جزم. پس لم رو در اول میارم، لم. دقت دادید؟ یرمی یا داشت لم که در آمد این را جزم کرد، پس یا از بین رفت. پس میگیم که یرمی فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف نیابتا عن السکون. دیدید؟ حذف چی؟ حذف یایی که در اینجا بود، یا را حذف کرد. چی حذفش کرد؟ انا همین لم در آمد و یا را از بین برد. و الکسرة ما قبلها دلیل علیها. کسره که پیش از یا اینجا یا بود، این میم کسره دارد، این کسره دلیل است که در اینجا یا حذف شده که است. در اینجا فتحه دلیل بود که الف حذف شد، در اینجا این کسره دلیل است که اینجا یا حذف شده است. دقت دادید؟ پس میگوییم یک بار دیگر لم حرف نفی و جزم و قلب. یرمی فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف، میتونم بگم حذف حرف العلتی، حذف حرف العلتی نیابتا عن السکونی لانه معتل الاخر بالیاء. زیرا که معتل الاخر به حرف چی است؟ یا. یعنی آخرون حرف یا است. و الفتحه ما قبلها دلیل علیها. فتحه که پیش از یا بود دلیل برای همون یای محذوفه است، یای او دلیل شده هست. پس زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. دقت دادید؟ یرمی هم با آخر رسید. میگذاریم در آخران مثالی که نوشته کرده هستم. پس ببینید یدعو زیدون. یدعو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه لتجرده عن الناصب والجازم. در اولش یگان ناصبه و جازمه نیست. و علامت نصبه و علامت رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل. اینجا ثقل گفتیم، اینجا هم ثقله. برای میشه بگویی که یدعو و میشود، اما وزمینه. عرب گفت که این ثقیله وزمینه، برای این خاطر حرکت آخر میگه ظاهر نکن، بگو تقدیریه، در تقدیرش هست. پس دقت دادید؟ اکنون من میخوام لم رو بیارم در اینجا جزمش کنم. پس چی میگم؟ لم یدعو واو بدنا. پس لم آمد، واو از بین برد، واو از بین رفت. پس شد چی؟ لم یدعو. لم یدعو یعنی که دعا نکرد، طلب نکرد یا عبادت نکرد. دقت بدید. پس میگم یدعو لم حرف نفی و جزم و قلب. یدعو فعل مضارع مجزوم و علامت جزمه حذف حرف العلة و هی الواو. میشه بگیم و هم حرف علت چیه؟ واو است. نیابتا عن السکون، زیرا که حذفش جاینشین سکون است. نیابتا عن السکون. دقت داده؟ و الضمه قبلها دلیل علیها. این ضمه که در عین میبینید همین ضمه علامت است، دلیل است که در اینجا یک واو بود حذف شد. فتحه برای الف بود، کسره برای یا بود، ضمه برای چی بوده است؟ برای واو است که در اینجا حذف شدگی هست. دقت دادید؟
پس یدعو فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف حرف العلة و هي الواو نیابة عن السکون لأنه معتل الآخر بالواو. زیرا که معتل الآخر یعنی آخرین حرف علتون واو هست. زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لأنه اسم مفرد. پس دقت دادید یک بار دیگر یذهبو علامت رفعش ضمه ظاهره می شود. لن را آوردیم لن یذهبه فتحه ظاهره می شود. لم را آوردیم لم یذهب سکون می شود علامت جزمش. درسای گذشته را خلاصش. لم یخشا اگر که لن باشد یخشا فعل مضارع مرفوع علامت رفع ضمه مقدره می شود. اگر لن بیاریم علامت نصبش فتحه مقدره می شود. اما لم در آمد علامت جزمش حذف می شود. دقت بدید. یرمی اگر که یرمی علامت رفع ضمه مقدره می شود ثقیل. اینجا دا گفتیم تعذر، اینجا دا ثقل وزمینی. علامت نصبش ظاهری می شود. لن یرمیه در گذشته گفته بودیم لن یرمیه آخر فتحه ظاهر می شود در حالت نصب، اما در حالت جزم حذف چی است؟ حرف علت نیابتا عن السکون است. یدعو همچنین حالت رفعش ضمه مقدره می شود، حالت نصبش فتحه ظاهره می شود لن یدعو و حالت جزمش حذف می شود نیابتا عن السکون. این خلاصه درسای گذشته و با امروزه هر چیزی که در این بالا اینها واقع می شود. پس یک بار دیگه ترجمه. یذهب زیدون می رود زید. لن یذهب زیدون زید نمی رود در زمان آینده. لم یذهب زیدون زید نرفت در زمان گذشته. این ترجمه این. یخشا زیدون می ترسد زید در زمان آینده. لن یخشا زیدون نمی ترسد زید در زمان آینده. لم یخشا زیدون نترسید زید در زمان گذشته. یرمی زیدون می پرتاید زید در زمان آینده. لن یرمیه زیدون نمی پرتاید زید در زمان آینده. لم یرمی زیدون نپرتافت زید در زمان گذشته. یدعو زیدون دعا میکند عبادت میکند زید یا طلب میکند زید. لن یدعو زیدون طلب نمیکند زید در زمان آینده. لم یدعو زیدون طلب نکرد زید در زمان گذشته. این ترجمه هاش. خب اکنون ما یکم حذف در معتل الاخر است با آخر رساندیم. میگذاریم در قسم دوم و فی الافعال التي رفعها بثبات نون. پس این می شود که خلاصهش بنویسیم که یعنی چی؟ یعنی که الامثله دقت بدید. الامثله الخمسه دقت دادید. الامثله الخمسه یعنی که مثال های پنجگانه. مثال های پنجگانه را ما در حالت رفع خواندیم که مثلا یذهبانی دو کس می روند مرفوع علامت رفع ثبوت نون بود. یذهبون می روند و اینها مردها علامت رفع ثبوت نون بود. در حالت نصب گفتیم علامت نصبش حذف نون می شود. به مثل لن یذهبا نرفتن دو کس منصوب به لن و علامت نصبش چی بود؟ حذف نون. اما در حالت جزم به مثل حالت نصب می شود. به مثل حالت چی می شود؟ حالت نصب می شود. مثلا یک مثالش من میگم که یذهبانی دو کس می روند. مثلا یذهبون و ایها مردها همه می روند. با بگیرید تذهبانی و ایها دو زن می روند. تذهبون شما همه مردها می روید
و پنجمش تذهبین. تو زن می روی. یذهبانی تذهبانی 2 تا شد، یذهبون تذهبون 4 تا شد، تذهبین 5 تا شد. پس اینا را میگن چی؟ امثله خمسه. اینها را میگن امثله خمسه. پس انا همین امثله خمسه ببینید. یذهبانی مرفوع علامت رفع ثبوت نون، یعنی بودن نون. یذهبون علامت رفعه ثبوت نون، مرفوع علامت رفعه ثبوت نون. تذهبین فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه ثبوت نون، نون ها هست. اما اگر ما در اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا اگر لن رو می آوردیم اینها حذف میشد. پس درس امروزه ما و شما که جزم است، باز لم رو میاریم در اولش میمونیم، میشود که لم یذهبا. این نون از بین رفت، نون از بین رفت. شد چی؟ لن یذهبا. پس میگیم یذهبا فعل مضارع مجزوم بلن و علامت جزمه حذف نون. نون را حذف کردیم، حذف نون نیابتا عن السکون، لانه علت چه بیان میکنیم؟ برای چی؟ لانه من الامثله الخمسه، بخاطر آنه که این یذهبا از امثله خمسه است. هر فعلی را که دو کسایی مذکر و مؤنث شبیاری انا همین طور حذف نون میشود. مثلا یفتحانی لم یفتحا، یاکلانی لم یاکلا، هر چیزی را که بیاری. اکنون لم در جمعش لم یذهبو، نون چیکار میکند؟ ای بین میرود. پس نون ما از بین میبریم، در آخرش یک الف فارقه میاریم. برای چی؟ برای این واو ضمیر جمعی مذکر است. پس لم یذهبو، یذهبو فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف النون نیابتا عن السکون لانه من الامثله الخمسه، بخاطر اینکه از امثله چی است؟ امثله خمسه است. تذهبین همین طور لم تذهبین میروی تو یک زن، لم تذهبی این نون از بین رفت، شد لم تذهبی، نون از بین بردیم، در آخرش یا ماند. پس میگیم تذهبی فعل مضارع مجزوم بلم و علامت جزمه حذف حرف نون نیابتا عن السکون لانه من الامثله الخمسه، زیرا که از امثله چی است؟ از امثله خمسه است. پس با همین حالت جزمم به آخر رسید. حالت جزمم به آخر رسید. صاحب کتاب میگه و فی الافعال التي، یعنی در فعل هایی که رفعها حالت رفعش بی ثبات نون است. میگه حالت رفعش ثبوت نون است، یعنی بدن نون. این نون اگر باشد پس معلوم می شود که این فعل ها مرفوع هستند به خاطر بدن نون. وقتی نون از بین می رود معلوم می شود که این فعل ها در حالت یا نصب هستند یا جر. در دو حالت نون ها حذف می شد، حالت نصب، حالت جزم. در فعل جر نیست. پس معلوم شد که جزم خاص چیه؟ خاص فعل هست. چطور که درس گذشته ما حالت خفض، حالت جر خاص اسم بود، این خاص چی است؟ فقط فعل است و بس. خب و فی الافعال التي رفعها بثبات نون میگه در فعل هایی که حالت رفعشان ثبوتی نون هست، در حالت جزم حذف یعنی نون ها میشود. اکنون چطوری که شما دیدید و براتون بیان کردیم. با همین این فصل به پایان رسید. فصل، پس میگذاریم در فصل نو. فصل نو ما و شما المعربات و قسمان. این فصل نو، این صحیفه با این صحیفه، هر دو این صحیفه ها خلاصه درس حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، حالت جزم است. تا همین لحظه چقدر درسی که در درس‌های گذشته گرفتیم، این دو صحیفه خلاصه همین درس‌های گذشته است. پس بیایید خلاصه این را میگیریم. اول جا را خالی میکنیم. برای چه؟ برای نوشتن آن چیزی که اینجا برای ما میگوید این صاحب کتاب. ببینید صاحب کتاب برای ما و شما حالت اعراب به دو طریق تقسیم میکند.
میگد که یکم حالتش حالتی یک کلمه اش را می نویسیم که بالحرکات، بالحرکات یعنی چی؟ یعنی که حالت اعراب حرکت قطعی است، مثلا فتحه، کسره، سکون، جزم، خلاصه بالحرکات، به حرکت. دوم چی است؟ دوم بالحروف یعنی چی؟ یعنی که حالت اعرابی به حرف است، الف است مثلا، واو است مثلا، یا است مثلا، یعنی که به حرف قطعی اعراب کرده می شود آخری کلمه. پس انا همین خلاصش بیان میکنه. ببینید چی میگوید. میگوید اینجا که فصل المعربات قسمانی، فصل درباره معربات که دو قسم هست میگه. بالحرکات، بالحروف خلاصش نویستم. خب اکنون چی میگوید؟ میگوید که قسم یعرب بالحرکات، قسم یکم معرب حرکتای حالتای آخری کلمه به حرکت است، به فتح و کسره و ضمه و سکون. و حالت دوم میگد و قسم یعرب بالحروف، و قسم دوم را اعراب کرده می شود، حالتهای آخرش تغییر می یابد با حرف، حرفی مثلا واو و حرفی مثلا یا، حرفی مثلا الف، یعنی که حالتهای آخرش با حرف تغییر می یابد. اکنون بیان میکند، میگد که قسم اول رو فالذی یعرب بالحرکات اربعه انواع، پس آن فعل هایی که آن معرباتی که فعل ها نمیگیم، آن معرباتی که اعراب کرده می شود به حرکات 4 نمود است. پس در اینجا می نویسیم که 4 نمود است، یکم و دوم و سیوم و چندم؟ چهارم. پس به حرکات در 4 جا اعراب کرده می شده است. یکم الاسم المفرد، اسم مفرد، الاسم المفرد، الاسم المفرد، یعنی که در اسم چی؟ در اسم مفرد. در اسم مفرد مثالش که حرکت آخرش به چی می شود؟ به اعرابی آخرش به حرکت می شود. مثلا من میگویم که جاء زیدون، اسم مفرد، جاء، ببینید جاء زیدون، زیدون. پس زیدون مرفوع است، علامت رفعش ضمه هست. ببینید حرکت است، نه؟ آخرش حرکت دارد. آخرش چی دارد؟ حرکت دارد. یا می شود که جاء را تبدیل میتیم به یذهبو، زیرا اینکه کلمه یذهبو برای ما لازم می شود. یذهبو، یذهبو زیدون. ببینید زیدون اسم مفرد که هست، حالت اعرابش به حرکت است، یعنی به ضمه هست. ببینید حرکت قطعی است. یکم. و دوم جمع تکسیر، دوم جمع تکسیر است. جمع تکسیر همچنین دوم حالتش چی است؟ جمعی، جمع تکسیر. جمع تکسیر، جمع تکسیر هم حالت اعرابیش به حرکت می شود. حالت اعرابیش، حالا ما فقط حالت رفع آوردیم، مثلا حالت نصب هم حالت جر هم به چی است؟ به حرکت است. فقط یک مثالی میزنیم برای فهمیدن. خب جمع تکسیر مانند چی؟ مانند که من مثلا میگویم که لن یذهب لن یذهب الرجال. رجال جمع چیه؟ جمع تکسیر است. رجال ما خوندیم که جمع تکسیر و چند قسم تقسیم می شود. پس رجال جمع تکسیر است. ببینید حالت اعرابیش به چه؟ به حرکت است.
جمع تکسیر. دوم قسمی که حالت اعرابیش با چی می شود؟ با حرکت. سومش جمع مؤنث سالم. سومش جمع چیه؟ جمع مؤنث السالم. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم حالت اعرابش همچنین با چی است؟ با حرکت است. مانند چی؟ مانند لم تذهب، لم تذهب، لم تذهب، لم تذهب المسلمات. مسلمات. دقت دادید؟ مسلمات جمع مؤنث سالم است. حالت اعرابیش رو ببینید که با چی شد؟ با حرکت شد. لم تذهب المسلمات. مسلمات فاعل مرفوع علامت رفعش چیه؟ ضمه. حالت اعرابی با چی شد؟ با حرکت شد. دقت دادید؟ این سوم. و آخرین فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز نچسبیده است. پس می نویسیم فعل المضارع، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ایرا شما خودتون علاوه کنید. یعنی فعل مضارعی که در آخرش یگان چیز پیوست نشده است. در یادتون باشه ما درس‌های گذشته گفتیم در آخر فعل مضارع 5 چیز پیوست می شود. الف مثنا، واو جماعت، واو جماعت و یا مخاطبه، نون توکیدی خفیفه یا ثقیله و نون ضمیر جمعی مؤنث. چند تا شد؟ 5 تا. همین 5 چیز در آخر فعل مضارع پیوست می شود. همین 5 چیز اگر پیوست شدگی نباشد حالت اعرابی به چی می شده است؟ به حرکات. اینا در دفتراتون شاید پیشکی نوشتگی باشد، اگر ننویسید پس بنویسینش. همین 5 چیز پیوست شدگی نباشد حالت اعرابی به چی می شده است؟ به حرکات. پس از 14 صیغه فعل مضارع در 5 جا حرکت آخرش به اعرابی در فعل صحیح آخر باشد، اعرابش به چی می شود؟ به حرکت می شود. در جمع در مفرد غایب، مثلا غایب مذکر یذهبو می رود وای مرد، یا تذهبو می رود وای زن. دو جا شد. تذهبو می رود تو زن، تذهبو می رود تو مرد. 3 جا شد. اذهبو می روم من، نذهبو می رویم ما. این 5 جا ده حالت اعراب آخر کلمه با چی می شود؟ به حرکات می شود. و در 7 جای دیگر به حروف می شود و در 2 جای دیگر مبنی است که در قسم معربات اصلا نمی دراید. اکنون فهمو شد. یک مثال برای فعل مضارع سهل آخر نوشته بکنیم. سهل آخر یا می شود یذهبو فعل مضارع سهل آخره. دقت بتید آخرش چی شد؟ ضمه شد. پس هر 3 مثال در اینجا نوشتهش کنید می شود. ببینید حالت رفعش ضمه شد به حرکت، حالت نصبش فتحه شد به حرکت، حالت جزمش به سکون شد به حرکت. دقت داده؟ پس این مثالا را هر سه می شود در جمع مؤنث سالم نوشته بکنید. چطوری که شما دیدید حالتهای آخر فعل تغییر یافت، با چی است؟ همش به حرکت است. اکنون میگوید و کلها ترفع بالضمه. هر 4 اینها مرفوع میشوند، علامت رفعشون ضمه میشود. ببینید یذهب زیدون اسم مفرد زیدون علامت رفعش چیه؟ ضمه. جمع تکسیر لن یذهب الرجال علامت رفعش چیه؟ جمع تکسیر ضمه. جمع مؤنث سالم المسلمات علامت رفعش چیه؟ ضمه. فعل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء فعل مضارع سهل آخر یذهبو آخرش چی است؟ ضمه است. ترفع بالضمه و تنصب بالفتحه. هر 4 اینها منصوب میشوند به فتحه. الاسم مفرد مثلا میگویی که
ضربتو زیدن، زیدن اسم مفرد آخرش منصوب شد به حرکت. یا جمع تکسیر مثلا که ضربتو الرجال، زدم مردها را. رجاله من جمع تکسیر حالت آخرش به حرکت شد، رجاله شد. جمع مؤنث سالم اکنون با فتحه نمیشه و نیابتا عنه از کسره میشود. مثلا که رأیتو المسلمات میگوی، مسلمات نمیگوی. برای این خود صاحب کتاب بیان میکند که فتحه را قبول نمیکند. در درس گذشته در حالت نصب بیان کرده که جمع مؤنث سالم حالت نصبش کسره نیابتا عن الفتحه میشد. خب و تخفض بالکسرتی و مخفوض میشود به کسره. مثلا اسم مفرد میگوی که سلمت علی زیدین، زید ببینید کسره را قبول کرد. یا جمع تکسیر در رجال میگوی که سلمت علی الرجالی، کسره را قبول کرد به حرکت. یا جمع مؤنث سالم در بعد میگوی که سلمت علی المسلماتی، سلام دادم بر مسلمان زنها، پس کسره را چیکار کرد؟ قبول کرد. و تجزم بالسکونی، اکنون حالت جزمش با سکون می شود. چطوری که شما میبینید لن با سکون می شود، لم تذهب حالت آخرش چیه؟ سکونه. پس فعل مضارع الذی لم یتصل به آخر شیء حالت جزم با چی می شود؟ با سکون. چطوری که شما اینجا در این مثال میبینید. پس همین مثال در حالت جزم پایان در بنویسید، خلاص. اون مثال های بالاش نه. و همچنین حالت نصب فعل گفتیم که لن یذهب، یذهب فعل مضارع آخرش چی شد؟ منصوب شد به لن. ببینید به حرکت اعراب رو قبول کرد. خب انا اکنون استثناء میکند که ما در جواز مسلمات بیرون کردیم و چیزی دیگر فراموش شد که اسم مفرد غیر منصرف بیان نکردیم. اکنون چی میگه؟ میگه که و خرج عن ذلك ثلاثه اشیاء، از این میگه سه چیز بیرون شد از همین گفتگی ما که ترفع بالضم و تنصب بالفتح و تخفض بالکسر و تجزم بالسکون. سه چیز میگه بیرون شد. او سه چیز چی است؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم چقدر بیرون شد؟ حالت رفعش ضمه میشد، حالت جرش کسره میشد، حالت نصبش چی میشود؟ میگه که ینصب بالکسرتی، چطوری که بیان کردیم منصوب میشود، حالت نصبش کسره میشود. مثلا رأیتو المسلماتی، مسلمات نمیشود، مسلماتی. یکم حالت که از این قاعده بیرونش کردیم، یادتون بگیرید. والاسم الذی لا ینصرف، و اسم مفرد که یا جمع تکسیر که غیر منصرف باشد حالت جرش فتحه می شود. دقت بتید. مثلا میگم که مثلا میگم سلمت علی احمد، علی حرف جر است لیکن احمد میگم برای چی؟ برای غیر منصرف است. اسم مفرده لیکن غیر منصرف است. لیکن زید باشه میگم سلمت علی زیدین، احمد باشه علی احمد میگم فتحش میمونم. پس جمع اسم مفرد غیر منصرف کسره قبول نمیکنه، در بارش صحبتی مفصل داشتیم. جمع تکسیری که غیر منصرف باشد، غیر منصرف مانند چی؟ مانند مثلا مررت بمساجد، مساجد جمع تکسیر است اما این چرا قبول نمیکنه؟ کسره را قبول نمیکنه، برای غیر منصرف است. پس میگیم بمساجد، بالمساجد حالتی جرش چی میشده است؟ فتحه میشده. دویم حالت، یکمش جمع مؤنث سالم حالتی نصبش کسره میشود. اسم غیر منصرف چی مفرد باشد چی جمع تکسیر حالت جرش فتحه میشده است، برعکس مسلمات. خب سوم حالت والفعل المضارع المعتل الاخر یجزم بحذف آخری، فعل مضارع که معتل الاخر باشد نوشته بودیم که یخشا لم یخشا الف حذف شد، یا یرمی لم یرمی یا حذف شد، یدعو لم یدعو واو حذف شد. همون را میگوید که با فعل المضارع المعتل الاخر مجزوم می شود، علامت جزمش حذف حرف علتی که در آخرش است همون می باشد. چطوری که در اول همین ثبت در حالت جزم گفتیم دو علامت دارد بیانش کردیم. پس حالت حرکات به همین خلاص شد. دقت دادید؟ به همین حالت حرکت خلاص. پس ما
حالتایی که به حرکت اعراب کرده میشه درس‌های گذشته را حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، حالت جزم همش بیان کردیم. میگذاریم در قسم دوم والذی یعرب بالحروف و آن فعل هایی که اعراب و آن فعل نه و آن کلمه هایی که کلمه های معرب چی اسم باشد چی فعل و آن کلمه هایی که اعراب کرده می شود با حرف همچنین چند تا است؟ 4 تا است. اینم 4 تا بود، اینم 4 تا است. یکم دقت بتید، دوم و سیوم و چهارم. به حروف هم 4 تا است. چطوره که به حرکات 4 تا بود به حروف هم 4 تا است. اکنون نامشون چی است؟ میگوید که التثنیه یکمش تثنیه است. التثنیه تثنیه مثالش چی است؟ مثالش مثلا جاء، ببینید جاء چی میگیم؟ مثلا زید، دو زید باشه چی میگیم؟ از زیدان، از زیدان. جاء فعل است، زیدان فاعل است، علامت رفعش چی است؟ الف است. با حروف اعراب کرده می شود با حروف. اینجا به حرکت بود، دیدید حرف اضافه نکردیم، اما اینجا در حالت رفعش چی است؟ الف است. دقت بدید. تثنیه حالت رفعش به الف می شود. مثلا جاء از زیدین، مثلا رأیت از زیدین، از زیدین زیدینی یعنی دو تا زید، زیدینی، این زیدانی. حالت این ببینید حالت اعرابش به حرف شده. در اینجا چی بود؟ الف بود، در اینجا چی است؟ یا هست. خلاصه که حالت اعرابی به حرف شده است. یکم. و دوم جمع مذکر سالم. دوم جمع چی؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر السالم. جمع مذکر سالم مانندی چی؟ مانندی مثلا با جاء را میگوییم جاء مثالش جاء المسلمون. یا حالت نصب و جرش چی می شود؟ دقت بتید. این اعرابش با چی شده است؟ به حرف. حالت رفعش با واو، چطوری که میبینید؟ حالتی نصب و جرش با یا. ببینید اعرابش حرکتاش با چی شده است؟ به حرف. این دوم جا. و سوم کلمه هایی که معرباتی که حالتای اعرابش با حرف می شود میگوید اسماء الخمسه، اسم های خمسه. الاسماء الخمسه یعنی که چی؟ اسم های پنجگانه. مانندی چی؟ مانندی یک مثالش مثلا مانندی جاء ابوک. یا میگیم مثال بعدیش حالتی نصبش اباک، حالتی جرش مثلا میگیم ابیک. دقت بتید ابیک. اکنون اینجا در حالتهای اعرابی با چی شده است؟ به حرف. مثلا ببینید در اینجا واو هست، در اینجا الف هست، در اینجا چی هست؟ یا هست. این حالتهای اعرابی را ببینید، واو، الف، یا به حرف شده است. و بعدش و چهارم آخرین جا و افعال خمسه. ما گفتیم امثله خمسه. الامثله تو ببینید
الأمثلة الخمسة. امثله خمسه. امثله خمسه همچنین حالتهای اعرابی با چی می شود؟ با حرف می شود. با حرف یعنی با ثبوتی نون. مثلا یک مثالش یذهبانی، یذهبانی، یا مثلا تذهبانی. ببینید تذهبانی و بعدینش تذهبین. اینها حالتهای اعرابیشون با چی شده؟ به حرف. یعنی در یذهبانی این چیه؟ نون هست. دقت بدید اینجا در نون هست حالت اعرابش به حرف. در تذهبانی همچنین، یا اینجا تذهبون را بنویسیم حالت رفعش به چه؟ به نون. تذهبین ده همچنین حالت رفعش به چه؟ به نون. دقت دادید حالت رفعش به نون هست. مثلا یذهبون. دقت دادید یذهبانی حالت اعرابش مرفوع علامت رفعش حرف است نون. یذهبون مرفوع است علامت رفعش حروف است حرف نون. تذهبین مرفوع علامت رفعش چیه؟ بودن نون حرف است حرف نون. اکنون همین را توضیح میتید. همین چی گپایی که حالا گفتیم 4 چیز تثنیه جمع مذکر سالم اسماء خمسه امثله خمسه همین را بیان میکند. میگوید که فاما التثنیه اما تثنیه فترفع بالالف مرفوع میشود علامت رفعش چی میشود؟ الف. مرفوع علامت رفعش چی میشود؟ الف. مانند چی؟ مانند جاء زیدانی. زیدانی مرفوع علامت رفعه الالف لانه مثنى. ببینید حالت اعرابی با چی شد؟ به حرف شد. یکم و تنصب و تخفض بالیاء. و حالت خفض و حالت نصبش به یا هست. زیدینی دو زید زیدینی. مثلا میگویی که رأیت الزیدینی دیدم دو زید رو منصوب علامت نصبی الیا. ببینید به حرف شد حروف. و یا که میگویی سلمت علی الزیدینی سلام دادم بر دو زید. زیدین مجرور علی حرف جر زیدین مجرور علامت جرش چیه؟ یا لانه مثنى به خاطر اینکه مثنى است. حالت رفعش به الف بوده حالت نصب جرش به چی؟ به یا. دویمش جمع المذکر سالم. دویمش جمع چی؟ جمع مذکر سالم. ببین صاحب کتاب چی میگه؟ میگه و اما جمع المذکر سالم اما جمع مذکر سالم فیرفع بالواو پس مرفوع می شود علامت رفعش چی است؟ واو هست. جمع مذکر سالم در حالت رفع واو است. مثلا جاء المسلمون آمدن مسلمان ها. مسلمون فاعل مرفوع و علامت رفعی الواو. اعرابی ما به حرف کردیم واو. علامت رفعش چیه؟ واو لانه جمع مذکر سالم. به خاطر اینکه جمع مذکر چیه؟ سالم است. و میگوید که و ینصب و یخفض بالیاء حالت نصب و حالت خفضش به یا می شود. مسلمین. دقت دادید؟ مثلا میگوید که رأیت المسلمین یعنی دیدم مسلمان ها را. مسلمین مفعول به منصوب و علامت نصبش چی است؟ الیا لانه جمع مذکر سالم. یا میگه سلمت علی المسلمین یعنی سلام دادم بر مسلمان ها. پس مسلمین علی حرف جر مسلمین اسم مجرور علامت جرش چی است؟ یا است به حرف. دیدید حالت رفعش به واو بوده است حالت نصب جرش به یا. چطوری که مثنی حالت رفعش به الف بود حالت نصب جرش به یا. جمع مذکر سالم حالت نصب جرش به چی میشده است؟ به یا. خب سوم حالت اسماء خمسه میگه که و اما الاسماء الخمسه اما اسم های پنجگانه فترفع بالواو حالت رفعش به واو می شود. مثلا جاء ابوک آمد پدری تو. ابو فاعل مرفوع علامت رفعش چیه؟ واو. دیدید علامت رفعش واو یعنی به حرف
به حروف قطعی اعرابش کردیم. و تنصب بالالف، حالت نصبش به الف می شود. مثلا میگویی رأیت اباک، دیدم پدر تو رو. ابا مفعول به منصوب و علامت نصبش چی است؟ الالف، لانه من الاسماء الخمسه، اسم های پنجگانه که است علامت نصب به چی می شود؟ به الف. و تخفض بالیاء، حالت خفضش به یا می شود. مثلا میگویی که سلمت علی ابیک، سلام دادم بر پدر تو. ببینید علی حرف جار، ابی اسم مجرور و علامت جره الیا لانه من الاسماء الخمسه. دقت دادید؟ پس ما در درس‌های گذشته گفته بودیم که اسماء خمسه با 4 شرط عمل میکنند. فقط ذو یک شرط زیادی دارد که 5 تا شرط دارد و فوک یک شرط زیادی دیگه دارد که میشود 5 تا. فو و ذو 5 شرطی دارد. باقی ماندهش ابوک، حموک، اینها چند شرطی دارند؟ اینها یا اخوک، اینها 3 تاش 4 شرطی دارند که در درس‌های گذشته بیان کرده بودیم. پس در ذهنتون بیارید درس‌های گذشته را. و سوم حالت هم به آخر رسید. حالت رفع به واو، حالت نصب به الف، حالت جر به یا. به حرف چی میشده است؟ اعراب میشده است. حرکت آخرش به حرف بوده است. خب اکنون تغییر یافتن حالت آخری کلمه به چی بوده است؟ به حرف. حرکت آخرش نه بلکه چی میگیم؟ تغییر یافتن حالت آخری کلمه به حرف است. در این 4 چیز چطوری که شما میبینید. اما تغییر یافتن حالت کلمه در این 4 تا به چی بود؟ به حرکت. در این به حرف است. خب آخرین حالت و اما الافعال الخمسه، افعال خمسه، بهتر بگیم امثله الخمسه، مثال های پنجگانه. مثال های پنجگانه چیکار میکند؟ میگه فترفع بنونی، فترفع بنون، پس مرفوع میشود به نون. دقت دادید؟ مرفوع میشود به نون. یذهبانی فعل مضارع مرفوع، علامت رفعش چیه؟ ثبوت نون به حرکت. و یذهبون فعل مضارع مرفوع، علامت رفع ثبوت نون. تذهبین میروید تو یک زن، مرفوع علامت رفع ثبوت نون. در این صورت همش حالت رفعش به ثبوت نون بود. و تنصب و تجزم بحذفها، میگه حالت نصبی امثله خمسه به حذف کردن نون است. نون از بین میبریم. مثلا لن یذهبا میگیم، نون نمیگیم. یا لم یذهبا، نون حذف میشود. حالت نصب، حالت جر، نون حذف میشود. مثلا لن یذهبو، نون از بین رفت. لم یذهبو، نون از بین میرود. یا لم، مثلا لم یا لن، این دو حرف یکیش. لن یا چه؟ لم. لن یا لم. لن برای چه؟ حالتی نصب. لم حالت جزم. حالتی در این دو صورت نون از بین می رود. لم هم بدرد نون از بین می رود. چطوری که رفت؟ لم هم بدرد نون از بین می رود. حالت نصب و حالت جری امثله خمسه با حذف حرف بوده است. یعنی که نون حذف میکنی، علامتی آخری، حالت آخری کلمه می شده است. با همین درس امروزمون هم درس ششم به پایان رسید که بعد از این باب فعل ها می آید. این را انشاءالله درس هفتم، درس آینده با فضل و بزرگی الله خواهیم رسانید. پس اینها خلاصه، چطور گفتیم خلاصه درس گذشته است، بسیار مفید است. اگر شما 2 صفحه را از یاد کردید، شما وقتی 2 صفحه را از یاد کردید، بدانید که درس های گذشته، ببینید این صفحه با المربات قسمون، این را از یاد کنید و این را از یاد کنید، خلاص دیگر شما 100% حالتهای تغییر یافتن کلمه های معرب را دیگر میدونید که با چی می شود؟ حرکت یا با حرف، با کدام می شود دیگر میدونید. اما اکنون این حرکت ها در کجا مرفوع می شود، در کجا منصوب می شود، در کجا مجرور می شود، در کجا این علامت رفع و الف می شود، در کجا یا می شود،
این را در آینده میخونیم که ما میگیم که مرفوع چند تا در چند جا کلمه وقتی میاد مرفوع میشود، در چند جا منصوب میشود، در چند جا مجرور میشود و فعل مضارع در چند جا مجزوم میشود. با معربات آخرای کلمه تغییر میفته، کدام کلمه ها هستند و مبنیات آخرای کلمه تغییر نمیافتگی یا کدام کلمه ها هستند، اینها را در درس های آینده ان شاء الله خواهیم به تفصیل خواند. پس درس امروزه، درس هفتم رو در اینجا به پایان میرسانم و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و سربلند و موفق باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.